آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرج. فریدون که از آنچه برفته بود ناآگاه بود، چون هنگام بازگشت ایرج فرا رسیده بود، دستور داد تا برای او تختی از پیروزه بساختند و بر تاجش گوهرها نشاندند و می و رود رامشگران را بخواستند و همه کشور را آذین بستند و پیل و تبیره بر راه ببردند تا به پیشواز ایرج شتابند. که ناگهان گردی تیره از راه برآمد و سواری سوگوار و خروشان از میان آن گرد بیرون آمد که تابوتی زرین در کنار داشت، تابوتی که در آن بر روی پرنیانی سر ایرج نهاده شده بود. فرستاده با آه و ناله و با رویی زرد به پیش فریدون شد. چون فریدون و همراهانش آن داستان را از زبان وی شنودند باور نکردند. پس از روی تابوت زر تخته را برداشتند که ناگهان سر بریده ایرج پدیدار گشت. فریدون که چنین دید از اسب بر خاک افتاد. همه سپاهیان جامه ها را چاک کردند. فریدون و آن گروه سخت به دیدار نزدیک ایرج امیدوار بودند و هرگز چشم داشته آنچه را که روی داده بود نداشتند. آن همه آراستگی ها که برای پیشواز ایرج کرده بودند دیگرگونه شد. درفش ها را دریدند و کوس ها را نگون کردند، روی پیلان و تبیره ها را سیاه کردند و بر اسبان تازی نیل پاشیدند و همگی پیاده خاک بر سر ریختند و از درد خروشیدند. بر این گونه گردد به ما بر سپهر، بخواهد ربودن چو بنمود چهر. چو دشمنش گیری نمایت مهر، وگر دوست خوانی نبینیش چهر. یکی پند گویم تو را من درست، دل از مهر گیتی بباید شست. فریدون و مردم به سوی باغ ایرج روی نهادند، باغی که بیشتر جشنگاه فریدون بود. فریدون با سر ایرج در کنار بدان باغ درآمد و بر تخت شاهی ایرج بنگریست که تهی بود. مشتی خاک برداشت و بر آن تخت افشاند و فریاد زد و موی از سر برکند و اشک از دیدگان بریخت و روی بخراشید. پس کشتی خونین ببست و آتش در آن باغ و سرا افکند و درختان سرو آن را بسوخت. آنگاه سر ایرج را در کنارش نهاد و سر سوی آسمان کرد و به درگاه کردگار نالید که ای داور دادگر، به این کشته بیگناه بنگر که سرش بریده و تنش خوراک شیرانان انجمن گشته. اکنون از درگاهت می خواهم که دل آن دو پسر بیدادگرم را آنچنان بسوزانی که هرگز زین پس روز خوش به خود نبینند. ای کردگار داور، از تو می خواهم که چندان از روزگار زینهار یابم که از تخم ایرج فرزندی ببینم که کمر به کینه پدر بندد و همچنان که ایرج را سر بریدند او نیز سر آن دو بیدادگر را ببرد. هرگاه که چنین بینم زان پس از این گیتی درگذرم. فریدون بر این گونه روزگاری چند بر خاک بنشست و چندان به زاری بگریست که دیدگانش نابینا گشت. و در سراسر این زمان فریدون در بار دادن ببسته بود و پیوسته می گفت ای جوان دلاور و پهلوان، هرگز کسی از تاجداران بر آن سان که تو مردی نمرد. سرت را اهریمن به خواری ببرید و تنت به کام شیران شد و در سراسر ایران نیز زن و مرد به سوگ بنشسته بودند.